از خدا کمک بخواهید. دشمنتون رو بشناسید. مسئولین کشور. یه چند تا نصیحت بکنم به شما. نصیحت اول، بسیجی بمانید، از خدا کمک بخواهید برای بسیجی موندن. رویه بسیجی، ایمان بسیجی رو حفظ کنید. دوم، قدر خودتون رو بدانید، نه اینکه تفاخر کنید. نه، خاصیت بسیجی بودن تفاخر نکردنه، اما بدونید که خدای متعال به شما توفیق داده چه موضع مهمی رو انتخاب کنید و انتخاب کردید. قدر اینو بدونید. سوم، دشمنتون رو بشناسید. اولا بدونید دشمن کیه، دشمن رو اشتباه نکنید. امروز مهمترین شیوه دشمن جعل و دروغ پردازی. این همین تلویزیون هایی که میدونید و میبینید مال دشمنه، یا همین فضای مجازی خبر دروغ میدن، تهدید دروغ میدن، کشته دروغ معرفی میکنن، آدما رو به دروغ، یکی رو بد میکنن، یکی رو خوب میکنن، دروغ یه عده‌ام باور میکنن. بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد روشتون تبیین کنید. جهاد تبیین که گفتیم یکی از جهاد. ثانیاً وقتی دشمن رو شناختید که کیست، نقطه ضعف‌های دشمن رو بشناسید، نقطه‌های ناتوانی‌های دشمن رو بشناسید. یکی از آسیب پذیری‌های دشمن روشنبینی شماست. شما که روشنبین باشید، او آسیب می‌بینه. سعی کنید روشنبینی خودتون رو افزایش بدید. دشمن دنبال این است که بر مغزها تسلط پیدا کنه. تسلط بر مغزها برای دشمن خیلی با ارزش‌تر از تسلط بر سرزمین‌هاست. نقشه‌های دشمن رو بشناسید. خیلی‌ها در مقابل نقشه دشمن غافلگیر میشن. غافلگیر نشید. آمادگی عملی خودتون رو هم حفظ کنید. در عالم سیاست از این غافلگیری‌ها زیاد پیش میاد. غافلگیر کردن شیوه‌های مختلفی هم دارن. حالا من یه شیوهش میگم. یکی از کارهای دشمن اینه، یک کاری رو در یه نقطه‌ای شروع میکنه با سر و صدا، برای اینکه همه توجهات به اون نقطه جلب بشه. بعد یه کار اصلی رو که میخواد انجام بده انجام میده. باید حواس هممون جمع باشه، به خصوص مسئولین کشور. توصیه بعدی، رشد معنوی خودتون رو اندازه بگیرید قبل از آخرین توصیه. مراقب نفوذ دشمن در درون مجموعه بسیج باشید. اینو توجه داشته باشید. آخرین توصیه من آیه قرآنه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.